ماشین آتش نشان. آتش خاموش کننده ها تکنیکی پرقدرت دارند. آنها با واسطه ماشین مخصوص رنگش سرخ به محل سوختار می رسند. از آن سبب رنگ ماشین سرخ است که سرخ رنگ خطر افکن است و به خاطر خطر را می آورد. همه ماشین با سرخ بلند رنگ داده شده را دیده از راه کنار می روند. چنانچه رنگ سرخ چراغک راه به ما هشدار می دهد که باید ایستیم و به ماشین ها راه دهیم. بر ضد این ماشین ها صدای بلندی بانگ خطر را می زنند و برای خود راه می کشویند تا زودتر به جای حادثه رسند. ماشین ها با ظرف بزرگی پر از آب، لوله و شلنگ، کفک مخصوص، زینه تامینند. آتش خاموش کننده ها با واسطه شلنگ، لوله ها آب می زنند. آب را ناساز به شلنگ می کشد. آتش را با کفک مخصوص خاموش می کنند. در هر ماشین زینه های دراز شونده هستند که آتش خاموش کننده ها با آنها به تیریزه و بام بیناهای بلند می برآیند.